احتمالاً تا حالا برات پیش اومده که پاشدی رفتی یه سفر خوب، یه هتل خیلی خوب هم رزرو کردی و وقتی پاتو توی اتاق گذاشتی گفتی این اتاق از خونه ما چقدر شیک‌تره، کاش خونه ما هم همین حس رو بهمون میداد. جالبه که هتل‌ها نه وسایل خیلی عجیب غریب و زیادی دارن، نه لزوما از خونه ما بزرگتره، خیلی وقتا اصلا یه اتاقن. اما یه اتفاق عجیب میفته. همون لحظه‌ای که وارد لابی اتاقت میشی، احساس آرامش، نظم و لوکس بودن میکنی. بعد برمیگردی خونه، در حالی که شاید مبل گرون توی خونت باشه، فرش نو انداخته باشی یا کلی وسیله دکوری رو با وسواس انتخاب کرده باشی، اما اون حس رو تو خونت تجربه نمی‌کنی. چرا؟ یعنی هتل‌ها تو اتاقاشون یا تو لابیشون پول بیشتری رو خرج کردن یا یه راز طراحی پشت اوناست. امروز میخوام راز دکوراسیون هتل‌ها رو بهت بگم. رازی که اگه بدونیش از این به بعد قبل از خریدن حتی یه گلدون هم جور دیگه تصمیم میگیری. سلام ببینین کی اینجاست؟ چطورین؟ امیدوارم حالتون خوب باشه و روز به روز هممون بهتر بشیم. برسیم به اینکه هتل ها فقط هتل نیستن. بیشتر ما فکر میکنیم که ترندهای دکوراسیون داخلی از اینستاگرام یا مثلا پینترست شروع میشه، ولی کاملا برعکسه. شما تمام وسایل لوکسی که توی بهترین فروشگاه امروز میبینین چند سال قبل توی هتل های لوکس استفاده شده. یعنی هتل ها در واقع آزمایشگاه دکوراسیون دنیان. اما مسیر ترندها چجوریه؟ مسیرش تقریبا این شکلیه. اول، یه هتل معروف سبک جدیدی رو اجرا میکنه. اگه مردم از اون خوششون بیاد، کافه ها هم میان همون سبک رو اجرا میکنن. بعد اقامتگاه ها، ویلاهای اجاره‌ای، بعد فروشگاه های لوازم خانه و در نهایت 5 یا 6 سال بعد از اون ترند وارد خونه های ما میشه. یعنی چیزی که امروز فکر میکنیم خیلی مد شده، ممکنه چند سال پیش تو لابی یا اتاق یه هتل استفاده شده باشه. یه مثال ساده ایرانیشو براتون بزنم. یادتونه چند سال پیش بیشتر کافه های جدید تهران و شهرهای بزرگ از دیوارهای سیمانی، نورای گرم و میزای چوبی استفاده کردن. کم کم همین سبک وارد رستورانا شد. بعد فروشگاه‌های دکوراسیون و حالا دیگه خیلی دوست دارن که توی خونه هاشون همین حس رو تجربه بکنن. این اتفاق اصلا تصادفی نیست. اصلا چرا هتل‌ها همیشه جلوترن؟ دلیل اول رقابته. یه هتل داره هر شب امتحان پس میده. اگه مهمانی که توی اون هتل احساس خوبی از بودن اونجا نداشته باشه، فردا جای دیگه‌ای رو رزرو میکنه. به خاطر همین هتل‌ها مجبورن که چند سال یه بار طراحیشون رو تغییر بدن و بروز بکنن. در واقع دارن برای کل صنعت دکوراسیون دنیا آزمایش انجام میدن. چیزی که جواب بده چند سال بعد وارد بازار میشه. تفاوت بزرگ خونه و هتل چیه؟ وقتی یه هتل طراحی میشه، هیچ وسیله اتفاقی انتخاب نمیشه. قبل از خرید حتی یه دونه صندلی میان مشخص میکنن رنگ قالب چیه، نورها چه دمایی دارن، متریال اصلی چیه، چوب، سنگ، پارچه. ببینین همه چیز از قبل مشخصه. اما بیشتر ماها چیکار میکنیم؟ یه روز یه مبلی رو توی اینستاگرام میبینیم، همونو میخریم. بعد داریم توی دیجیکالا میگردیم، از یه تابلو خوشمون میاد، اونو سفارش میدیم. بعد با دوستمون رفتیم بازار، یه گلدون همینجوری رندوم میبینیم، به نظرمون خوشگل میاد، میخریم. قبول دارم هر کدوم از اینا دونه دونه شاید به تنهایی خوشگل باشن، اما کنار هم هیچ داستانی رو تعریف نمیکنن. واسه همینه که خونه‌هایی که طراح داخلی میگیرن و روی این چیزاش فکر میشه خیلی فرق داره با خونه‌های آدمایی که همینجوری سرسری وسیله خریدن و توش چیدن. چیزی که هتل‌ها از ما بهتر بلدن اینه که اونا اول قانون مینویسن، بعد خرید میکنن. ما اول خرید میکنیم، بعد دنبال هماهنگ کردن وسایلشیم و معمولا هم موفق نمیشیم. یه چیز جالبه یادم اومد براتون تعریف کنم. ما زمانی که میشینیم طراحی بکنیم، حالا فقط طراحی داخلی منظورم نیست، طراحی پلان، طراحی نماست، بعد یه کانسپت کلی داشته باشیم که طبق اون طراحیمون رو انجام بدیم که وقتی میخوایم به کارفرمامون ارائه بدیم بگیم آقا ما به این فکر کردیم، با این کانسپت این طراحی انجام دادیم. ولی برعکس چیزی که همه فکر میکنن، خیلی وقتا حتی طراحای بزرگم اول میان طراحی میکنن طبق حالا اون چیزایی که زمین دستشون رو بسته و یه سری کارهایی که نمیتونن بکنن، بعد میان فکر کنن به این که خب الان کانسپت این چیه. این کاملا غلطه دیگه، ولی میخوام بگم که اتفاق میفته حتی توسط معمارای بزرگ. برسیم به راز اصلی حس خوبی که هتل‌ها بهمون میدن. شما فکر میکنین این حس خوبی که ما از هتل‌ها میگیریم دلیلش چیه؟ دلیلش تخت خوابشه؟ نه. مبلشه؟ نه. لوستر؟ بازم نه. بیشتر از هر چیزی نورپردازیشه. یه بار دقت بکنین، توی بیشتر هتل‌ها شما نور مستقیم خیلی کم میبینید. نورا لایه لایه‌ن. آباژور دارن،
چراغ دیواری دارن، نور مخفی دارن، همه اینا دارن با هم دیگه کار میکنن. اما توی خیلی از خونه های ما وضعیت چیه؟ یه لوستر گذاشتیم تمام. برسیم به متریال هایی که حس لوکس بودن میدن. یه اشتباه رایج اینه که فکر میکنیم هر چیزی براق‌تر باشه لوکس تره، در حالی که الان طراحا و طراحای هتل ها کاملا برعکس فکر میکنن. چوب طبیعی، سنگ طبیعی، پارچه های بافتار، دیوارای مات، سرامیک هایی که حس واقعی بودن میده، همه اینا باعث میشه که فضامون گرمتر و واقعی‌تر به نظر بیاد. 3 ترندی که احتمالاً به زودی وارد خونه های ما ایرانی‌ها میشه. اول، رنگ های عمیق‌تر. دیگه فقط سراغ سفید و توسی و کرم نمیریم. سبز زیتونی، زرشکی، قهوه‌ای شکلاتی، آبی نفتی، رنگایی که من تو همه مشاوره‌ها میگم تو رو خدا به خونه‌هاتون اضافه بکنین. اینا کم کم بیشتر دیده میشن. دوم، متریال‌های طبیعی مثل چوب، سنگ، پارچه‌های کتان به جای اینکه بیای سطوح خیلی براق داشته باشی. و سوم، فضاهای گرم. کم کم خونه‌ها دارن از حالت مینیمال و سرد خارج میشن و به سمت فضاهای صمیمیتر، همون خونه‌های قدیمی ما ایرانی‌ها میرن. حالا اگه بخوای خونت مثل هتل دیده بشه، لازم نیست میلیاردی خرج بکنی. اول این 3 سوال از خودت بپرس. پام بد خواب رفته. آیا همه نورای خونه فقط از سقف میان؟ آیا رنگ‌ها همه با هم هماهنگن؟ آیا متریال‌های خونه با همدیگه حرف میزنن یا کاملا از دنیاهای متفاوتی اومدن؟ اگه همین 3 مورد رو اصلاح بکنی، بیشتر از خرید 10 تا وسیله جدید میتونی نتیجه بگیری. یه تمرین جالب. دفعه بعد که رفتی هتل یا حتی کافه جدید، به جای اینکه گیر بدی از غذات به عکس بگیری، یه ذره به اطراف دقیق‌تر نگاه بکن. ببین نورا کجان، دیوارا چه رنگی ان، چوبایی که استفاده شدن ماتن یا براق، صندلی‌ها چه جنسی دارن، وسایل تزیینی تعدادشون زیاده یا کمه. همین مشاهده کردنتون میتونه بهترین کلاس رایگان براتون باشه. برسیم به جنبندی. شاید مهمترین نکته این ویدیو این باشه که سلیقه اتفاقی به وجود نمیاد. سلیقه ساخته میشه از جاهایی که میبینیم، از فضاهایی که توشون وقت میگذرونیم و از تصمیمایی که موقع خرید میگیریم. برای همین اگه میخوای خونت یه قدم جلوتر از ترندها باشه، لازم نیست هر ماه وسیله جدید بخری. کافیه یاد بگیری که طراحای داخلی قبل از خرید به چه چیزای دقیق نگاه میکنن. حالا یه سوال ازت دارم. اگه بخوای فقط یه ویژگی از هتل ها رو به خونت بیاری، اون چیه؟ نورپردازی، متریال، آرامش، رنگ اونجاست یا نظم و سادگی؟ لطفا نظرتو برام کامنت کن که بتونیم بیشتر با هم دیگه گپ بزنیم و بیشتر با روحیه هم آشنا بشیم. خیلی ممنونم که تا اینجا این ویدیو با من بودین. امیدوارم که این ویدیو به درتون خورده باشه. تا اپیزود بعدی خیلی مراقب خودتون باشین. خونتون سبز. خداحافظ.